به نام خدا. سلام، من محمد موسوی ام و بسیار 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 خرسندم از اینکه در خدمت شما هستم و خیر مقدم عرض میکنم به شما عزیزانی که این اولین ویدیوی آموزشی من در یوتیوب رو دارید تماشا میکنید و لازم به ذکر قبل از اینکه ویدیوی آموزشی امروز یعنی اولین ویدیو بخواد در کانال من منتشر بشه، یک گپ و گفت کوتاه 5 دقیقه‌ای با شما داشته باشم و حتی کوتاه‌تر. از سال 91 دارم در بازار فارکس ترید میکنم. مسیر پرفراز و نشیبی رو گذروندم و دلم میخواد اون تجربیات و اون استنباط هایی که در این سالهای اخیر به دست آوردم رو با شما به اشتراک بذارم و خیلی خیلی خوشحال خواهم شد اگر بتونم کمترین کمکی به شما عزیزان کرده باشم تا مسیر و نگرش دقیق‌تر و عمیق‌تری نسبت به بازار داشته باشید، جدا از تمام سبک‌ها و روش‌هایی که در بازار وجود داره و امروزه تریدر داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه و ظاهراً داره دور خودش میچرخه. تمایل دارم نوع دیگر و نگرش دیگری از آموزش‌ها، یعنی اون چه که من اسمش رو فهم بازار میذارم و جدا از تمام روش‌ها و متدهایی که در بازار داره تدریس میشه، اون چه که خود چارت تمایل داره به یک تریدر بفهمونه رو سعی میکنیم با هم دیگه بفهمیم، سعی میکنیم کندل به کندل، قدم به قدم، وجب به وجب چارت رو بررسی بکنیم و آموزش ها بر این اساس جلو میره که شما در نهایت بتونید بفهمید که بازار داره چه حرکتی انجام میده و از فهم این بازار بتونید آینده بازار رو با احتمال بالاتری پیش بینی بکنید. تاکنون فعالیت من در فضای اینستاگرام بوده. من آدرس پیج اینستاگرام خودم رو هم در توضیحات این پست قرار خواهم داد. خیلی خوشحال میشم اگر به پیج سر بزنید و آموزش‌های قدیمی‌تر بنده رو نظاره بکنید، نگاه بکنید، چون نکات ارزشمند و برخواسته از 11 سال تجربه بنده است که در این پیج با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم و خیلی خوشحال میشم اگر نظراتتون رو هم زیر این پست هم در پیج اینستاگرام در رابطه با آموزش هایی که من در پیج خودم قرار دادم کامنت بکنید و بنویسید و خیلی خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو دارید تماشا میکنید. من خیلی دلم نمیخواد که این مقدمه آموزش در واقع طولانی بشه، اما چون این اولین ویدیو من در کانال یوتیوبم بود، تمایل داشتم توضیحاتی رو خدمت شما ارائه بکنم و آهسته آهسته با همدیگه آشنا میشیم، با متد کاری من آشنا میشید، با نوع ترید کردن من و نوع نگرش من به بازار آشنا خواهید شد و امیدوارم تونسته باشم کوچکترین قدمی رو برای تحقق اهداف شما عزیزان برداشته باشم. خیلی ممنونم از اینکه به من توجه کردید. بریم در ادامه اولین آموزش رو ببینیم. احتمالا نوع نگرش من به بازار رو با این ویدیو متوجه خواهید شد، اما اگر این اتفاق نیفتاد ازتون خواهش میکنم که به پیج اینستاگرام من سر بزنید و سایر ویدیوهایی که اونجا منتشر شده و تمام هایلایت استوری ها رو لطفاً که لایو ترید هستن در واقع و حساب رو از ابتدایی که داریم ترید میکنیم اونجا به اشتراک گذاشتم مشاهده بکنید و اگر هم پرسشی یا ایرادی یا مشکلی هم وجود داشت من در دایرکت در خدمتتون هستم و کامنت های چنل رو هم پاسخگو هستم. ممنونم از اینکه تا این لحظه با من بودید. بریم برای تماشای ویدیو. خب بچه‌ها، من مطابق معمول اون قسمتی از بازار که میخوام در موردش صحبت بکنم رو مارک میکنم. تمام توجهتون به این قسمت از بازار باشه. بسیار اتفاق افتاده در بازار، همتون هم دیدید که بازار تحت تاثیر یک سری اخبارها یا اون سشن‌های پرنقدینگی بازار مثل لندن یا نیویورک رفتار بزرگی درونش اتفاق میفته، جهش بزرگی درونش اتفاق میفته و کندل‌های بزرگی درش اتفاق میفته و اگر ما ندونیم پس از این اتفاق چه نوع روی کردی به بازار داشته باشیم و ندونیم در دل این ناحیه چه اتفاقاتی داره میفته که از نظر خیلی آمون یک حرکت در واقع توقف ساده محسوب میشه، اگر ندونیم دقیق داره چه اتفاقی توش میفته نمیتونیم سناریو و ایده خوبی برای تصمیم گیری های خودمون داشته باشیم و از اونجایی که این اتفاق زیاد داره توی بازار میفته، چون در طول هفته اخبار بسیار زیادی منتشر میشه، طبیعتاً
اگر بدونیم که چطور با این پدیده رفتار بکنیم و چطور باش مواجه بشیم و چطور سناریو داشته باشیم برای رفتار بعدی قیمت و حرکت بعدی قیمت، خیلی بهمون کمک میکنه. خب بچه‌ها ببینید، اگر این ریزشی که در بازار اتفاق افتاده، یعنی این کندل های بزرگی که در بازار بودن، من به عنوان یک قطره‌ای در نظر بگیرم که داخل یک استخر بزرگی افتاده، استخر رو اگر کل مارکت در نظر بگیریم و قطره رو، این نوساناتی که یهو توی بازار حرکات بزرگی رو ایجاد میکنن مثل اخبار یا سشن های پرنقدینگی، اگر کمی نسبت به تایم فریم معاملاتی خودمون صبوریمون رو افزایش بدیم، برای منی که تو 4 ساعته هستم یا برای شمایی که حتی تو 5 دقیقه و 1 دقیقه دارید معامله میکنید، صبوری باید کرد تا ببینیم که قیمت چه رفتاری از خودش نشون میده و بعد سناریوی مناسب برای اون رو داشته باشیم. این ویدیو رو مشاهده بکنید دوستان، ببینید اگر ما صبوری داشته باشیم، یعنی اگر یک مقداری انتظار بکشیم که اون آشفتگی پس از اینکه یک قطره داخل آب میفته از بین بره و اون برکه به ثبات قبلی خودش برگرده، خیلی راحت تر میتونیم بررسی بکنیم که پس از اون چه اتفاقی توی بازار خواهد افتاد. حالا خدمتتون عرض کردم، پس این رو یک قطره در نظر میگیریم و بازار رو به صورت یک استخر در نظر میگیریم. چه عاملی وجود داره که اون استخر به حالت اولیه خوش برگرده؟ طبیعتاً صبوری یک تریدر. توی دل این صبوری که ما داریم انجام میدیم و از بیرون داریم نظاره میکنیم، میخوام ببینم چه اتفاقاتی داره میفته. بچه‌ها من این قسمت از بازار رو پس از اون حرکت بزرگ به 4 قسمت میخوام تقسیم بکنم. این قسمت از بازار رو میخوام به 4 قسمت تقسیم بکنم. قسمت اول، یعنی پس از اینکه این ریزش اتفاق میفته، بخشی از بازار هست که درونش عدم تصمیم گیری داره اتفاق میفته. یعنی تریدرها دیگه تصمیم گیری نمیتونن بکنن که به ریزش ادامه بدن یا بخواد چارت برگرده به سمت بالا و در نهایت میبینیم که بازار دچار یک بی تصمیمی خاصی در درون خودش میشه. در قسمت بعدی بازار، یعنی پس از اینکه این اتفاق میفته و اون کسایی که ریزش خوبی رو تجربه کرده بودن، یعنی داخل معامله فروش بودن، طبیعتاً وقتی که میبینن بازار تمایلی به ریزش نداره، تصمیم بر خروج از معامله خودشون میگیرن و این قسمت از بازار داره تشکیل میشه. پس بخشی از بازار که معامله‌گران فروش دارن خارج میشن ازش، اینجا داره اتفاق میفته. اینجا ورود خریدارها به بازار نیست. یه موقعی ترغیب نشی این کندل رو ببینی و بخوای بالاش وارد معامله خرید بشی، به خاطر اینکه اینجا ورود خریدار به بازار نیست. اینجا اون معامله گرایی که فروش زده بودن دارن از بازار خارج میشن و خروجشون طبیعتاً چارت رو یک مقداری به سمت بالا داره حرکت میده. در مرحله سوم چه اتفاقی میفته؟ تریدرهای مبتدی و آماتور، تریدرهای خرد، تریدرهای با نقدینگی‌های بسیار پایین که هنوز فکر میکنن ریزش ادامه خواهد داشت، شروع میکنن وارد بازار شدن و این قسمت از بازار رو تشکیل میدن. همونطور که میبینید نقدینگی توش نیست، اما دوست دارن که ادامه داشته باشه ریزش. پس تریدرهای خرد و ریز و جزئی تر توی این قسمت بازار دارن ورود میکنن. بزرگا و گنده ها اینجا وارد شدن، سودشون رو تسویه کردن و خارج شدن. در مرحله چهارم چه اتفاقی میفته؟ در مرحله چهارم و زمانی که ما پازلوار این سناریوها رو کنار همدیگه میچینیم، یعنی عدم تصمیم گیری در بازار، خروج سلرها از بازار، ورود سلرهای خرد و جزئی به بازار، طبیعتاً ورود بایرها در بازار داره اتفاق میفته و مارکت داره به سمت بالا حرکت میکنه. بچه‌ها من این 4 مرحله‌ای که بررسی کردم در نهایت منجر به این خواهد شد که شما بتونید تصمیم گیری بکنید، با وجود اینکه قیمت در ریزش دوم خودش نتونسته کف قبلی خودش رو بزنه و زیر اون تثبیت بکنه، با وجود اینکه میدونیم این قسمت رو تریدرهای خرد ساختن، با وجود اینکه میدونیم این سایه هایی که داره اینجا تشکیل میشه نشان از این داره که سلرها دیگه قدرتمند نیستن و نقدینگیشون به اون اندازه‌ای نیست که بتونن بازار رو به سمت پایین بکشن، طبیعتاً ما میتونیم اینجا در این قسمت با این کندل توی بازار
وارد مارکت بشیم برای رشد بازار، برای اینکه بخوایم از حرکت سودی بازار بهره ببریم. چون من سلسله وار این سناریوها رو کنار هم دیگه چیدم تا به این نتیجه برسیم که الان به احتمال بالاتر، هیچ وقت از قطعیت صحبت نمی کنیم، به احتمال بالاتر چه اتفاقی خواهد افتاد و آروم آروم سرنخ‌هایی رو بازار به علت اینکه من تریدر صبوری بودم و همینطوری نپریدم وسط بازار، اینجا سل بزنم الکی فکر کنم بازار داره میریزه، اینجا خرید بزنم فکر کنم بازار داره برمیگرده بالا، سرنخ‌های خودش رو به من نشون میده و به من کمک میکنه، خود بازار به من کمک میکنه که من بتونم تصمیم گیری درستری نسبت به بازار داشته باشم و در این حرکت سودی که بازار میخواد انجام بده بی بهره نباشم و اگر هم حتی بی بهره بودم حداقل درگیر این اتفاقاتی که اینجا داره میفته نشم، حداقل گول و فریب این تله هایی که توی این قسمت هست رو نخورم و بدونم پشتش چه اتفاقی داره میفته، همینجوری توتیوار چیزی رو حفظ نکرده باشم که وارد مارکت بشم. بعد از اینکه وارد بازار شدید، پس از اینکه وارد معامله خرید شدید، تارگت اولیه خودتون رو این گره معاملاتی در نظر بگیرید، یعنی جایی که قیمت استارت زده ازش به سمت پایین حرکت کرده. اگر مدیریتتون بهتون اجازه میده میتونید اهداف بالاتر رو هم ببینید، ولی اگر مدیریتتون اجازه نمیده با مدیریت معامله باز، یعنی اون چیزی که من در ویدیوهای قبلی صحبت کردم، آهسته آهسته شروع کنید نقد کردن و سودتون رو از بازار بکشید بیرون. یک بار دیگه مرور میکنم این سه قسمت رو: عدم تصمیم گیری، خروج سلر از بازار، ورود معامله‌گرهای سلر خرد به بازار و در نهایت با وجود همه اینها سرکله خریدارا در بازار پیدا میشه و قیمت رو به سمت بالا هدایت میکنن. خیلی ممنونم از اینکه با این ویدیو بودید بچه‌ها. این ویدیو بسیار مهمه، حتما سیو بکنید، چند بار ببینید و ازش استفاده بکنید. اگر سوال و یا مشکل خاصی داشتید در کامنت ها یا دایرکت در خدمتتون هستم. ممنونم از اینکه با این ویدیو بودید. پرسود باشید.